اگر تا به حال فکر کرده اید که زیر خاک افغانستان چه چیزی پنهان است، باید این ویدیو را تماشا کنید. مکث کوتاه. از سنگ‌های قیمتی گرفته تا طلا، منابع این کشور واقعاً شگفت‌انگیز هستند. بیایید شروع کنیم. افغانستان سرشار از مواد معدنی مانند مس، آهن، طلا و حتی عناصر کمیاب خاکی است. کوههای آن برخی از بهترین زمردها، یاقوت‌ها و لاجورد جهان را در خود جای داده‌اند. سنگی قیمتی که هزاران سال است مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند که معادن دست نخورده افغانستان می‌تواند بیش از 1 تریلیون دلار ارزش داشته باشد. استخراج این منابع می‌تواند به تقویت اقتصاد کشور و ایجاد شغل کمک کند، اما برای محافظت از محیط زیست نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد. بنابراین دفعه بعد که به افغانستان فکر می‌کنید، به یاد داشته باشید، گنج واقعی آن ممکن است در زیر زمین پنهان شده باشد.